منم جان میدم. چیکار کردی با دلم وای، چیکار کردی با دلم وای. اینو من گفتم دیگه. یو شاهکام، مهرافروز، فید پری، چیکار کرده با دل من. خیلی قشنگه. کو آهنگ قشنگه. من آدم آروم. ها کو آهنگ قشنگه. بازی نکو بارو. تو اون آهنگ چیز اومدن خوندن. آهنگ چیکار کردی با دلم وای. حالا همین گروه هست که دوستشون داری. اسمش چیه؟ وانتونز؟ مال وانتونزه یا کی؟ من آدم آرومیه؟ نه این چیکار کردی با دلم؟ هلیومه. هلیوم اسمش. با بهزاد. اونو چیکار کردی با دلم بینش. وای. چیکار کردی؟ اسمش چی گذاشتن؟ دختر ایرون اسمشه. دختر ایرون. آره. خب کیا خوندنش؟ شادکام و مهرافروز. مهرافروز. میشناسی؟ نه. اسمش آشنا سالی برام. از اون اسمای زیبای مهرافروز. فارسی پارسی است که عزیزان بسیار تاجیکستان زیبا. انتخابش بله، میکنن. بله. توی ایران هم هست ولی الان دیگه خیلی کمتر درسته. مهرافروز میذارن. اسم پسره رو چی گفتی؟ شادکام. شاهکام. شاهکام. اوکی. 3 2 1. درود، حالتون چطوره؟ هلو عزیزان دل. درود، خیلی خوش برگشتید به یه ویدیو دیگه در چنل خودتون. پریسا هستم. بنده هم که سینا هستم. خوش اومدید. خوش اومدید. قراره بریم دختر ایرون گوش کنیم. یک آهنگ دوگانه بسیار داغ و جدید و باحال. آقا این آهنگ انقدر تو دهن همه افتاده، انقدر روی هر ولی ویدیویی شعرشو که فکر می‌بینی. کنم تغییر چیکار دادن. کردی با دلم وای. حالا قراره بریم تاجیکیش بیفته توی دهنمون. قراره خیلی کیف کنیم، قشنگه. بشنویم تا انتها با ما همراه باشید. لایک و کامنت هم برای ما بذارید. تمام کامنتاتون رو پری میخونه، براتون قلب سبز میذاره. دمتون گرم. حتی اگه نتونم بخونه ترنسلیت میکنه به همین راحتی. ترنسلیت میکنم دیگه. آره. بعد چیز داره یوتیوب اینجوریه که میزنی ترنسلیت تو اونجوری انگلیش، میشه. ترنسلیت تو پرژن. اوکی. خلاصه که کامنتاتون از زیر دست پری خلاصه در که نمیره. شاهکام جان و مهرافروز رو میشه. خیلی قشنگه اسم مهرافروز. نخوام یه دختره با من بد نره، هر وقت قدم زند مثلش دختره، هر جای دور مره برا با خودش بره، هر وقت حرف میزنی از لبانش خند و اصل میپره. دست دادم مثلی تو شیک و قشنگتر ندیدم من آدم، به خدا دست دادم مثل تو جذاب ندیدم من آدم. حالا شدی عاشقم از چشات دیدم، بیا قلبم باش منم جان میدم. شدی عاشقم از چشات دیدم، بیا قلبم باش منم جان میدم. خیلی صداشون خیلی قشنگه. قشنگه. دوتاشون آره. چرا خودشون نیستن؟ چرا میخوان سورپرایز کنن بعدن یهو رونمایی کنن حالت شاید. دموتاریه ولی خیلی قشنگه. خیلی صداشون خیلی قشنگ بود. صداشون قشنگه. جان میدم. الو گوشتو بردار و بگو هر چیزی رو دوست داره میارم برات از آسمون. فرقی نیست که از تهران شیرازی، دختر ایران با قلبم نکن بازی. دل و تو بستم و عاشق و تو گشتم و تو خودتونم و تو پاس میاری غضب و رشکم و دل و تو بستم و عاشق و تو گشتم و تو خودتونم و تو پاس میاری غضب و رشکم و شدی عاشقم از چشات دیدم، بیا قلبم باش منم جان میدم. شدی عاشقم از چشات دیدم، بیا قلبم باش منم جان میدم. نداره چیکار کردی با دلم وای.
این وسطشه دیگه. دقیقا اون ورسی که شما میگین تیکه وسط آهنگ اصلیش میاد که میگه چیکار کردی با دل من. خیلی قشنگ بود، خیلی شعرش تمیز خوب در آورده بودن. ولی فرقی نمیکنه از تهران باشی یا از شیراز. میدونید که بچه ما شیرازی هستیم. بیشک شهر حافظ. منم جان میدم. چیکار کردی با دلم وای، چیکار کردی با دلم وای. اینو من گفتم دیگه. یو شاهکام، مهرافروز، فید پری، چیکار کرده با دل من. خیلی قشنگ بود، خیلی قشنگ بود. از این آهنگایی که میشه روی سیستم گذاشت تو ماشین گوشش داد و آفرین. میشه یه ماشین بخریم من بتونم موسیقی گوش کنم. یه ماشین میخریم که این آهنگو توش گوش بدیم و لذت ببریم. چقدر قشنگ بود. دوستم. آره. حسنوف. دمتون گرم بچه‌ها که تا اینجا با ما همراه بودید. شاهکام جان و مهرافروز جان، فوق العاده بود صداتون. ایشونو فکر کنم ریمیکسش کنم. همینم عزیزان ایرانی اومدن یا کامنت چیزی بذارن، یعنی پخش شده آهنگه، چون اسمش هم دختر ایران گذاشتن، گفتم شاید البته خیلی داغ و تازه است. عزیزان حمایت کنید انشالله که همه بشنون اینو و کیفشو ببرن. خیلی قشنگ بود. دختر ایران. هی لذت بردید یا نه؟ همه دختران ایران، تاجیکستان، افغانستان، این کشورهای پارسی زبان زیبا، دوست، همسایه و عشق. طبق معمول قربون شکل ماهتون بشم، ماچ به کله هاتون. تا یه موزیک دیگه، خدا نگهدار.